خانم امینه به نزد محافظ را جیغ میزنید؟ البته زود جیغ میزنم، ولی اگر مشکلی باشد من خودم زود حل کنم. نه محافظ را جیغ زنید بس است. خوب شده است. این طور باشد این رسم اینجا ایستند. خانم سوزان خواهش کرده بودن که جمع کنم. حاضر می آیم و میبرم. تو اویله دار شدی، اما با کمال صاحب شده نمیتوانی. سوزن برای زنها فراموش نمی شود. اگر آنها در یک حجره کار کنند، تو در خانه شوهرت را چطور انتظار میشی؟ برایم بسیار عجیب است. اپا زود به کارش عادت کرده است. چخیل اپا الیف دیوانه نشو. شد تمام. در حال خشمگین نشو. باز پگاه کنفرانس داشتند. همین تو شیشتن میگیریم چیچک. سخت دلگیر شدم. بس از دیگر کمی گپ زن. چیزی گفتنی ندارم الیف. مادرم همه رو فروخت. من فکر کردم که اومده حسرت رو از مکتب میروند، اما برعکس مرا بخشش پرسان. چخیل من دیوانه نشوم؟ اونقدر اهمیت نده، حوالهشون بر خدا. این کار اینقدر آسان نیست الیف. تو خودت تنها چیکار کرده میتونی چیچک؟ این کار رو اینطور نمیگذارم. من خودم حل میکنم. حسرت گفتنی معلمه شرمنده میشود. خودش به خوبی با پای خودش از این مکتب میرود. این کار چخیل می شود؟ پگاه می بینی که چخیل می شود. بفرمایید خانم. سلام، با شما شناس نشدیم. من نیلگوند. نام من حسن خانم. خیلی شدم. از شما یک چیز پرسیدنی بودم. اکم فاضل رو میشناسید؟ بله میشناسم خانم. 2 روز پیش به اینجا آمده بود. آمد خانم. شما او را به درون در آوردید؟ بله خانم. از جناب کمال پرسیدید؟ میدانستیم که اکاتون است، اجازت دادید. امیدوارم کاری خطا نکرده. نه کاری خطا نکردید. اگر خواهید که دفعه آینده به جناب فاضل اجازت ندید. نه تشکر زیاد. حمدی چی حال داری؟ سلامت باشه، خوش آمدید. بچه ها بیایی. جناب مر چی حال دارید؟ تشکر، از شما بپرسیم. تشکر. میزی ما همین است؟ بله، همین جا را آماده کردیم. فهمم. بشینید بچه ها. خانم سوزان نآمدند؟ برای من هم عجیب است. مادرم کی می آید؟ امروز صحبتی مردانه داریم جناب حمدی. فهمیدم. شکلی که با شما معقول باشد. اینجا بیا. در این میز کمبودی نباشد. خوب جناب، خواطر نشوید. اشتهای تو. تشکر. چیزی که لازم باشد من در همین جا هستم. خب تشکر. به اینجا زود می آیید؟ اگر پیسند آمده باشد باز هم زود می آیم قادر جان. سالهای طولانی آرزوی با 2 فرزندم روبرو ششتن را داشتم. حالا باشد 2 شیر بچه هم روبروی من نشستن. من خیلی خوشبختم. اگر با ما اینقدر ناراحت بودنتون را میدونستیم با شما رفتار دیگر میکردیم پدر جان. ببخشید. تو تمام روز همیشه زهر زدن میگیری ها؟ اگر ناراحت شده باشی میتوانی روی خاله. مرد این طور نکنید. اقلا در نزد من همدیگر را حرمت کنید.
من با دادرم اونس میگیرم پدرجان، اگه مشکلی نیست. همین خیلی نمیرد؟ بله، با یکدیگر اونس میگیریم پدر جان. شما آینده این شرکت هستید. من چیزی که از پدرم گرفتم انکشاف دادم. شما هم یک جای انکشاف داده باز هم شرکت را وسیع میکنید. بینید، یکی از شما مهندس هستید، دیگرتون باشد منیجر. اگر قوتان را متحد کنید انکشاف مییابید. 6 ماه است که یک گروه برای مدیر نوی لباس مردانه کار کرده ایستادند و من میخوام که شما هم به این گروه داخل شوید. استید رئیس، لازم نیست، من خودم میریزم. شما زحمت نکشید، من خودم. تو برای چی اینقدر شخ شده ای معلوم است. بین تو این سن و سال برای دیگران آب میریختند. قادر، جناب کمال، سلام، من عزیز بیهان. ما حالا صحبتی مخصوص داریم. وقتی دیگر تا بازدید. فهمیدم. خاطر نشوید، من وقتی زیادتان را نمیگیرم. تو در شرکت چیکار داری؟ من به تو گفته بودم که ما رو باید همراه نبینن. تو باشی یک روی کرده به شرکت میایی. مگر دیوانه شدی؟ سوزان، دستانت آبدار بوده است. آیا اون شپاتی لازم بود؟ اگر گپ روش نکنی انا همینطور میشود. باید آنها باور کنن. معلومات های شرکت آیدی تندر. کمی نرخ پست رو پیشنهاد کنی کفایه است. بیهوده نرخ رو پست بسیار نکنی. چی شد؟ چی مشکلی داری؟ عزیز بیهان گفتنی مشکلی داریم. عزیز بیهان کیست؟ من نمیشناسم. بازنگر نوی ساها همون میباشد. آن مرد مرا تهدید کرد. سری من گرنگ شد. فکر کردم که این کارها را نکنم. اوه، اگر از حمله اول دست کشیدنی باشی با خود شریک نو رو جستجو میکنم. سوزان، او خطرناک است. من بوری هم نام عزیز بیهان رو نشنیدم. او کیست؟ من هم نمیشناختم. با برابری تهدید کردنش جستجو کردم. با کشورهای خلیج علاقه دارد. کارهای زیادش در ساحه انشاءات است. با شرکت آمدم تا که بدانم که او را نیز تهدید کرده است یا نه. اما در این میان چیگر شده است. تو از این خبر داری؟ از کمال چنین معلومات نیست. عزیز بیهان گفتن این شخص را نمیشناسد. اگر میشناخت به من میگفت. از تو شنیدم. بسیارتر در خارج زندگی کرده است. 1 سال قبل به استانبول برگشته است. در ساحه انشاءات فعالیت میکند. اما چی شده باشد نمیدانم که به ساحه تکستیل هم قرار داده است که فعالیت کند. تنها یک چیز را میدانم که این شخص مخفی است اما نام دارد. گوش کن، ما با این معلومات تندر را به دست میاریم و با کمال ضربه اولین را میزنیم. اگر با تندر عزیز هم داخل شود کارمان خیلی هم دشوار خواهد شد. من باشم دور میشوم. با شما فرصتی شناس شدن را پیدا نکردم. فکر کردم که شناس شویم و کمی آیدی کار صحبت کنیم. از کجا فهمیدید که ما اینجاییم؟ تصادف گوییم. نگوییم. به فکرم حقیقت چی باشد همون را گوییم. من قادر، میمونی که من با پدرت صحبت کنم؟ ها؟ پسرم در کجایی که باشد و چه خیلی که خواهد گپ میزنه. من میخوایم یک چیز را ایضاح دهم. ما نه شناس شدن میخواهیم و نه همکاری کردن. به قدر کافی عیان شد؟ به خدا که به شما حسد میبرم جناب کمال. چقدر خوب است که 2 پسرتان در نزدتان نشستند و با کیف و صفا نشستید. ما صاحب کارها بعضا کار گفته چیزهای اولین درجه ما را فراموش میکنیم. همین نیست؟ اگر من از شما کار یا خوشبختی عائلتان را انتخاب میکنید گفته پرسم